سلام دوستان، کیبا هستم. به ویدیوی جدید من خوش اومدین. امیدوارم هر جای هستین این ویدیو رو میبینین حالتون خوب باشه و کیفتون خوب. بچه اومدم با یه ویدیو آموزشی از کال آف دیوتی موبایل. بچه ها شما مثلا دیدین دیگه، یه کسی رو میزنین، این از خودش یه نیدی میندازه، یه بمبی میندازه. حالا شما رو اگه دمیج زده بود شما رو میکشه، حالا بعضی وقتا هم دمیج میده شما رو. حالا چطوری با این نید مقابله بکنیم؟ بچه ها نمیتونین کاملی نید و تاثیرش رو کامل از بین ببرین، دفع بکنیم، ولی با راهکارهایی میتونیم تاثیرش رو کمتر بکنیم. این کار فقط تو مولتی پلیر میشه. تو مولتی پلیر کلا وارد مولتی پلیر میشیم. حالا واسه اونایی که تازه کار هستن با چیزشون میدم، وارد باکساتون بشین، حالا روش کلیک بکنین. بچه حالا واسه کدوم گونتون میخواین روش بزنین. مثلا من 17 میخوام. خب بچه یه دونه این کاری میکنه که شما نید رو دفع بکنین. اینم کاری میکنه که خود نید رو بندازین. این حالا کاری میکنه که خود نید رو بندازین. خود نید رو بنداز. بچه اگه خواستین من بذارین، این هم چیز بدی نیستش. اینجا چیز بدی نیستش. این کار میکنه صدا هم ندین. خدا نگهدار تا ویدیو بعدی.